داستان قهرمانی مردم جاغوری در زمان عبدالرحمن. انتقال اسیران به صورت فجیع به طرف کابل و نجات آنها توسط مردان جاغوری. زیر بازوی اسیران را سوراخ کرده بود و با گذراندن ریسمان از سوراخ آن اسیران را چون حلقه های زنجیر به هم پیوند داده بود. این گونه با پای پیاده آنان را از ارزگان، خاکران، دایچوپان و ارغنداب به کابل می بردند. عده‌ای از این اسیران در مسیر راه در اثر خونریزی جان می دادند و جان دادگان بدون خاکسپاری در محل رها می شدند. مردم محل پس از عبور کاروان قربانیان را در محلی که جان داده بودند دفن می کردند. دور قبر آنان را سنگ چینی می کردند و پس از آرامش نسبی روی مزار آن پرچم نصب می کردند که اکنون در مسیر راهها به خاک سید معروفند. لشکریان عبدالرحمن به اسیران در بند کشیده شده آب و نان درست نمی دادند. اسیران با دیدن آب و سبزه های خوردنی خود را با صورت روی آنها می انداختند و از سبزه های چون شفتر و رشقه سیر می شدند. آنان این کار را به خاطر گرسنگی و تشنگی شدید به سرعت انجام می دادند و بسیاری هنگام کشیده شدن ریسمان گرفتار خونریزی می شدند و جان می دادند. انتقال اسیران به صورت فجیع برای مردمان محل قابل تحمل نبودند. جنگجویان منطقه برای آزادی اسیران در کمین می نشستند و در فرصتی به دست آمده بر کاروان اسیران و لشکریان عبدالرحمن حمله می کردند و اسیران را آزاد می ساختند. بیشتر اسیران ارزگان، دایچوپان و ارغنداب از طایفه مسکه، بابه، ایچه و قلندر از مسیر سنگ ماشه انتقال داده می شدند. آنان با عبور از پل چوبی در منطقه آب برده در منطقه سر علوم از مسیر لومان و غزنی و گاهی از مسیر داله و ادخل و انگوری و رسنه سپس به کابل انتقال داده می شدند. پل چوبی در منطقه آب برده محل خوبی برای حمله به کاروان اسیران بود تا هنگام عبور آنان از روی پل به لشکریان عبدالرحمن حمله شوند و پس از کشتن و فراری دادن لشکریان عبدالرحمن اسیران را آزاد کنند. عده‌ای از جنگجویان لومان، علیتو و شغله با خبر شدن از عبور کاروان اسیران از روی پل چوبی در منطقه سری علوم آب برده در اطراف پل به کمین می نشستند و همین که کاروان اسیران به پایان پل می رسیدند یکباره به گویش هزارگی فریاد می کشیدند که تا بشید. تا بشید لهجه هزارگی است که می شود بنشینید. وقتی اسیران روی پل به زمین می نشستند جنگجویان به سمت لشکریان عبدالرحمن تیراندازی می کردند و آنان را که استاده بودند هدف گلوله قرار می دادند و پس از افتادن و وحشت در میان لشکر با شمشیر به آنان حمله می کردند و آنان را فراری می دادند و می کشتند. در این کمین زدن عده‌ای از لشکریان عبدالرحمن کشته می شد و عده‌ای هم به سمت قلعه شش برجه در سنگ ماشه فرار می کردند. در یکی از حمله های ناگهانی تیراندازی و حمله برق‌آسای جنگجویان هزاره اسیرانی بسته شده به هم از روی پل به درون آب سقوط کردند و گرفتار امواج خروشان رودخانه سنگ ماشه شدند. جنگجویان با دیدن اسیران افتاده در آب به آب زدند و شروع به بیرون آوردن اسیران کردند. اما چون اسیران با ریسمان به هم بسته بودند نجات آنان سخت بود. آنان با بریدن ریسمان عده‌ای را از آب نجات دادند و عده‌ای گرفتار امواج خروشان رودخانه سنگ ماشه شدند و جان دادند. پس از این رویداد تلخ مردم محل این منطقه را آب برده نامیدند که هنوز به همین نام یاد می شود. همراهان گرامی، امیدوارم که این داستان برایتان مفید بوده باشد. داستان واقعی و تاریخی برگرفته از کتاب نوتا است. لطفاً این داستان را همرسانی نمایید و برای حمایت ما چینل ما را سابسکرایب کنید. تشکر که تا آخر بیننده بودید.